سلام، من زهرا هستم و شما دارید به رادیو رای گوش میدید. با اپیزود دوم از پادکست هنر ظریف بیخیالی در خدمتتون هستم و امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. اهمیت ندادن از طریق پذیرش این واقعیت انجام میگیرد که دنیا کاملا به هم ریخته است و البته اشکالی ندارد، چون همیشه همین گونه بوده است و همیشه هم همینطور خواهد بود. با اهمیت ندادن به داشتن احساس بد از چرخه بازخورد جهنمی خارج می شوید. به خودتان می گویید حال من خیلی خراب است اما چه اهمیتی دارد؟ و آن وقت انگار که فرشته ها روی شما گرد بی اهمیتی پاشیده باشند، دیگر برای داشتن حس بد از خودتان متنفر نمی شوید. جورج اورول گفته است که برای دیدن آنچه درست مقابل چشمان فرد است به تقلایی پیوسته نیاز است. راه حل استرس و نگرانی های ما نیز درست در مقابل چشمان ماست، ولی آن را نمی بینیم. زیرا مشغول تماشای فیلم و تبلیغات دستگاه های آشغال ورزشی عضلات شکم هستیم و همیشه به این فکر می کنیم که چرا نباید با شکم ششتکه خود همه چشم ها را به خود جلب کنم. ما در دنیای آنلاین درباره مشکلات جهان اولی ها جوک می گوییم، اما در واقع قربانی موفقیت خود شده ایم. به رغم اینکه همه افراد اکنون تلویزیون‌هایی با صفحه نمایش تخت دارند و می‌توانند خریدهای خود را در خانه تحویل بگیرند، بیماری‌های ناشی از استرس و اضطراب و انواع افسردگی‌ها در 30 سال اخیر سر به فلک کشیدند. بحران ما دیگر مادی نیست، بلکه دچار بحران وجودی و معنوی شده ایم. ما آنقدر چیزهای گوناگونی داریم و فرصتهای چنان متنوعی در اختیارمان هست که حتی دیگر نمی‌دانیم باید به چه چیزی اهمیت بدهیم. چون شمار چیزهایی که ما می‌توانیم همکنون ببینیم یا بدانیم بی‌انتهاست. راه‌های بیشماری هم وجود دارند که نشان می‌دهند تلاش‌های ما کافی نیست و ما به اندازه کافی خوب نیستیم و هیچ چیز آنقدر که می‌تواند عالی نیست. و این موضوع ما را از درون متلاشی می کند. یک اشکال که در همه آموزه‌های چگونه خوشحال باشیم در 5 سال گذشته 8 میلیون بار در فیسبوک منتشر شده وجود دارد و این است که تمایل به داشتن تجربه‌های مثبت بیشتر به خودی خود یک تجربه منفی است و از طرف دیگر پذیرش تجربه‌های منفی فرد به خودی خود یک تجربه مثبت است. این مسئله کمی پیچیده است و هیچ کس به آن توجه نکرده است. پس یک فرصت دوباره می دهم تا مغز خود را باز کنید و این متن را دوباره بخوانید. خواستن تجربه مثبت یک تجربه منفی است و پذیرش تجربه منفی یک تجربه مثبت است. این همان چیزی است که آلن واتس فیلسوف آن را قانون معکوس می نامد. هرچه بیشتر دنبال داشتن حس خوب همیشگی باشید، رضایت کمتری پیدا می کنید، زیرا تعقیب هر چیزی تنها این واقعیت را روشن می کند که شما آن را ندارید. هرچه نومیدانه تر دنبال ثروتمند شدن باشید، بیشتر احساس فقر و کم ارزش بودن می کنید، فارغ از اینکه واقعاً چقدر درآمد داشته باشید. هرچه بیشتر بخواهید جذاب و زیبا باشید، در درون خود حس زشتری پیدا خواهید کرد، فارغ از اینکه شما ظاهر چگونه ای دارید. هرچه بیشتر دنبال خوشحالی و عشق باشید، تنهاتر و بی‌اعتماد به نفس تر خواهید بود، فارغ از اینکه خود را با چه کسانی احاطه کرده اید. هرچه بیشتر بخواهید در معنویات رشد کنید، در راه رسیدن به آن خودمحورتر و سطحی تر خواهید شد. آلبرت کامو، فیلسوف اگزیستانسیالیست، نیز گفته است اگر دنبال این باشید که بدانید شادی چیست، هرگز شاد نخواهید بود. و اگر دنبال معنای زندگی باشید، شما هرگز نمیتوانید زندگی کنید. یا به زبان ساده تر، تلاش نکنید. میدانم که اکنون با خودتان میگویید مارک، همه اینها بسیار هیجان انگیز است، اما خودروی گران قیمتی که به امید آن در حال پسنداز بودم چه می شود؟ بدن عضلانی که برای آن به خودم گرسنگی دادم چه می شود؟ من برای آن دستگاه ورزش عضلات شکم کلی هزینه کردم. خانه کنار دریاچه که رویای من بود چه می شود؟ اگر به این چیزها اهمیت ندهم، هرگز به هیچ چیزی نخواهم رسید. نمی خواهم دچار چنین وضعی شوم. خوشحالم که این را مطرح کردید.
آیا تاکنون متوجه شده اید که هر چه کمتر به چیزی اهمیت بدهید، نتیجه بهتری به دست می آورید؟ آیا متوجه شده اید کسی که کمترین هزینه را برای موفقیت چیزی کرده به آن دست پیدا می کند؟ متوجه شده اید که گاهی اوقات چگونه وقتی دیگر اهمیتی نمی دهید همه چیز سر جای خود جفت و جور می شود؟ موضوع چیست؟ نکته جالب توجهی که در مورد قانون معکوس وجود دارد این است که متضاد اهمیت ندادن نیز جواب می دهد. اگر دنبال کردن تجربه مثبت منفی باشد، دنبال کردن تجربه منفی مثبت است. رنجی که در باشگاه بدنسازی دنبال می کنید به سلامت و انرژی بیشتری منتهی می شود. شکست های کسب و کار منجر به درک بهتر اموری می شود که برای موفقیت لازم هستند. صادق بودن در مورد ضعف ها باعث می شود که شما اعتماد به نفس پیدا کنید و بین افراد کاریزماتیک وارد شوید. رنج ناشی از رو در رو شدن صادقانه باعث می شود که در ارتباط خود با دیگران به اعتماد و احترام دست یابید و تحمل ترس ها و نگرانی ها شهامت و بردباری شما را افزایش می دهد. من می توانم مثال های بسیار بیشتری را مطرح کنم، اما مطلب روشن است. هر چیز ارزشمندی در زندگی از طریق غلبه بر تجربه های منفی مرتبط با آن به دست می آید. همه تلاش های ما برای فرار از این ناخوشایندی ها، اجتناب از آنها، از بین بردن آنها یا خفه کردنشان باعث می شود که نتیجه عکس بگیریم. اجتناب از رنج ها نوعی رنج است. اجتناب از تلاش نوعی تلاش است. انکار شکست یک شکست است و مخفی شدن از شرمساری نوعی شرم است. رنج تار و پود جدا نشدنی زندگی است و بیرون کشیدن آن نه تنها غیر ممکن بلکه زیان آور است. تلاش برای بیرون کشیدن رنج ها از زندگی همه چیزهای دیگر را نیز به هم میزند. تلاش فرد برای اجتناب از درد اهمیت دادن بیش از حد به درد است و در مقابل اگر بتوانید کاری کنید که به درد اهمیتی ندهید متوقف نشدنی میشوید. من در زندگی به چیزهای زیادی اهمیت دادم، همچنین به چیزهای زیادی نیز اهمیت ندادم و درست مثل راه‌های نرفته این اهمیت ندادنهای من بوده است که تفاوت‌های بزرگ را ایجاد کرده است. احتمالاً در زندگی خودتان کسی را می‌شناسید که زمانی به چیزی اهمیت نمی‌داده و توانسته کارهای فوق‌العاده‌ای بکند. شاید در زندگی خود زمانی را به یاد دارید که به موضوعی اهمیت نمی‌داده اید و تا حد اعلایی موفق شده اید. در زندگی من یکی از بزرگترین موقعیت‌هایی که اهمیتی به آن ندادم وقتی بود که تنها پس از 6 هفته از آغاز کارم در حوزه امور مالی استعفا دادم و یک کسب و کار اینترنتی را شروع کردم. تصمیم گیری در مورد فروش بیشتر اموالم و رفتن به آمریکای جنوبی نیز همینطور بود. آیا اهمیت می‌دادم؟ نه، فقط رفتم و کارم را انجام دادم. این لحظه های بیخیالی دقیقاً زمانی است که بیشترین تأثیر را در زندگی دارد. بزرگترین تغییرات کاری، انتخاب لحظه‌ای برای رها کردن دانشگاه و پیوستن به یک گروه هنری و تصمیم به جدا شدن از دوستی که رفتارهای نامناسب او بارها تکرار شده است. اهمیت ندادن یعنی دیدن سخت‌ترین و ترسناکترین چالش‌های زندگی و عمل کردن در برابر آنها. اگرچه ممکن است اهمیت ندادن در ظاهر کار ساده‌ای جلوه کند، اما ماجرا از نزدیک چیز دیگری است.